در زمان شوروی در تاجیکستان همگی 34 مسجد از جمله 17 مسجد جامع، 15 کلیسا و 2 کنشت فعالیت داشت. نه حج بود، نه حاجی بود، نه عمره بود، نه دانشکده اسلامی و نه شماره زیادی مسجدهای 5 وقته جمعه خوانی. کدام کلانسال است بدانید. ولی با وجود چنین محدودیت های قطعی آن زمان نه افراطی بود، نه تروریست دینی و نه فتنه و دسیسه دینی. امروز در تاجیکستان 4000 مسجد، دانشکده اسلامی، نهادهای دینشناسی علمی، بیش از 250,000 نفر حاجیان، بیشتر از 400,000 عمره کردگان و هزارها نفر خادمان دین، دستپروران مؤسسه‌های تحصیلات دینی خارجی و وطنی در فضای آزادی‌های استقلال تربیت یافتند. در پایتخت تاجیکستان یکی از بزرگترین مسجدها در منطقه بنیاد کرده شد. ساختمان بنای نو و حاضر زمان دانشکده اسلامی تاجیکستان با صنعت بلند معماری ملی با سرعت ادامه دارد. ولی بر عوض همه تدبیرهای تا امروز عملی گردیده و دستگیری و پشتیبانی دولت و حکومت جهت معتدل نگاه داشتن وضع دینی در مملکت، تعصب و خرافات، تفریق اندازی، بیگانه پرستی و زیاده روی، افراطگرایی و عملهای تروریستی خصوصیت دینی داشته با عامل تشویش آور و نگرانی جدی تبدیل یافته ایستاده است. مخصوص تاکید می سازم که این روند به مقام و جایگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی تاجیکستان که امروز در جهان همچون کشوری در حل مشکلات گلوبالی تشبثکار پیش صف اعتراف گردیده است بی تأثیر نمی ماند. ما اکنون نام بدی جنگی برادرکش را که به ملت کهن بنیاد و فرهنگی و تمدن سازمان تحمیل کرده بودند از ذهن و خاطره ها تازه کرده تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون دولتی صاحب استقلال و دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی و مهمتر از همه به حیث کشوری تشبثکار و سازنده و مؤلف 5 تشبثی سطحی بین المللی معرفی کرده ایستاده ایم.